اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از ظهر جمعه این دعا رو با توجه بخوانیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بمحمد و عترته الطاهره. اللهم لعن الجبت و الطاغوت. صلواتی به پیشگاه مکرم پیامبر خاتم و خاندان مکرم ایشان تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خداوند رو شاکرم که بار دیگر توفیق داد در این محفل محترم خدمت شما سروران ارجمند باشم. امیدوارم نکاتی که از آیات و روایات آماده کرده ام تا ان شاء الله به توفیق الهی بر زبان بیاورم مفید فایده بیفتد. روز جمعه است، روزی که احتمال ظهور و آشکار شدن امام عصر علیه السلام بیشتر است. ما همه این مجالس رو تشکیل می دهیم و این مجالس رو بهانه ای قرار می دهیم برای دعای برای آن وجود مقدس، هم سلامت ایشان و هم اذن ظهوری که خداوند به ایشان خواهد داد و از خدا می خواهیم. وظیفه ما آن است که این تعجیل در فرج رو بخواهیم. زودتر خدا این نعمت آشکاری امام رو به ما بدهد و برساند، اما ضمناً استعجال نمی کنیم. استعجال یعنی آن چیزی را که خداوند خواسته است که در زمانی که مقدر کرده است محقق بشود، ما بخوایم برخلاف اراده و تقدیر او از خدا بخواهیم، همراه با اعتراض. این که لب به شکایت بگشاییم به معنای اعتراض و بگیم که چرا امام ما نیامد. نه، ما تسلیمیم در برابر تقدیری که خدا کرده است، اما در عین حال وظیفه داریم که برای تعجیل در این تقدیر هم از خداوند بخواهیم و مسئلت بکنیم. از خدا میخواهیم که این طولانی شدن دوره غیبت باعث نشود که یقین ما به تعبیر اون دعا به امام زمان علیه السلام کمرنگ بشه. همون یقینی رو که داریم به ظهور پیامبر خاتم، این که در 14 قرن پیش آمده است، پیام الهی رو به بشر عرضه کرده است، همون یقین رو نسبت به آمدن امام زمان که هنوز نیامده است داشته باشیم. امور غیبی و ماورایی این گونه اند. ما در دینمون به عالم محسوسات منحصر و محدود نشده ایم. ما باید یؤمنون بالغیب باشیم که از تعویل‌های این غیب که در ابتدای سوره بقره آمده است، یؤمنون بالغیب، وجود مقدس امام زمان علیه السلام قلمداد شده است. او رو نمی‌بینیم ولی در عین ندیدنش به او ایمان و ان شاء الله یقین داریم. پیامبر خاتم فرمودند که بزرگترین افراد از لحاظ ایمان و یقین اون کسانی هستند که در آخرالزمان می آیند و امامشون رو ندیدن. اون اصحاب تعجب کردند، خب چطور اونا برتر از مایی که شما پیامبر رو دیده ایم؟ حضرت توضیح دادن شما من رو دیده اید و به من ایمان آورده اید، اونها به ندیده ایمان آورده اند. یعنی کسی که غیب است و در پرده غیبت به سر میبرد. خب این از باب تذکار و تذکر نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام که دائما از خدا باید بخواهیم که ولا تنسنا ذکره و انتظاره. خدایا ذکر و یاد او و انتظار او رو از قلب و روح ما مبر.
چون این یاد هم به توفیق الهی است، این که انسان در این محافل شرکت بکنه یا در لحظه لحظه زندگیش به نحوی زندگی بکنه که گویی امام رو حاضر و ناظر اعمال خودش مییابد، این خودش توفیق الهی میطلبد که باید از خدا اون رو طلبید. نکته‌ای که میخوام امروز عرض بکنم حول و حوش و ذیل این آیه شریف است، آیه 84 سوره اسراء. آیه با قل شروع میشه، به مانند برخی دیگر از آیات که خداوند به پیامبرش خطاب میفرماید که قل، ای پیامبر این مطلب رو بگو. خب کل قرآن مهمه، کلش نوره، کلش هدایت، کتاب مبینه. حالا بعضی از آیه هاش یک عنایت ویژه‌ای درش هست، ممکنه از اهمیت بیشتری برخوردار باشه. حالا من به عقل ناقص خودم این تعبیر رو میکنم. قل کل یعمل علی شاکلته. این آیه‌ای که میخوانم، این مقول قل به اصطلاح، چه چیزی رو بگو؟ قل، دو تا جمله رو بگو به اینا، کل یعمل علی شاکلته. چند بار که بخوانم تو این 50 دقیقه انشالله هممون حفظ میشیم. قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. دو تا جمله است، این دو تا جمله با هم ارتباطی داره که حالا عرض خواهم کرد و مفرداتی داره، یعنی کلماتی داره که باید اینها رو معناش رو شناخت. دست شما درد نکنه. ای پیامبر بگو همگان بر اساس شاکلشون عمل میکنن. کلون یعنی همه مردم، یعمل و عمل میکند، علا شاکلته، علا یعنی بر اساس شاکلش هر کسی عمل میکنه. خب مفهوم عمل که روشنه، ممکنه سوال پیش بیاد که این شاکله چیست که هر کسی بر اساس اون شاکله عمل میکنه. بعدم عبارت دوم که با ف یعنی بنابراین، پس فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، پروردگار شما عالمتره نسبت به این که کدام یک از شماها اهدی سبیلید، یعنی تو راه ترید. اون سبیلی رو که و صراطی رو که خدا برای شما در نظر گرفته از کدومتون دارید بهتر طی میکنید. خب ارتباط اون شاکله با این اهدی سبیل بودن چیه؟ ما وظیفمون، مهمترین وظیفمون در این زندگی کوتاه و فانی و زودگذرمون اینه که این نور هدایتی رو که خدا از طریق قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما رسونده، این رو به رسمیت بشناسیم. خود قرآن تعبیر کرده است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یا و انزلنا الیکم نورا مبینا. یعنی ما بخوایم بهترین وصف برای قرآن و اهل بیت رو بر بشماریم، نور بودنه. تو امور حسی و مادی شما این چراغ وقتی که روشن نباشه در دل شب، راه رو از چاه نمیتوانید باز شناسید. اگر چاه باشه در چاه خدای نکرده می افتید. ولی وقتی که نور باشه، در پرتوی نور انسان میبینه، بصیرت پیدا میکنه، بینایی وابسته به این نوره. خب این امور مادی و فیزیکیه. در امور ماورایی و متافیزیکی هم به همین ترتیب ما نور داریم. خب اول نوری که خدا به ما عطا کرده و ما معتقدیم که شاهکار پیامبر تذکر دادن به اون نوره، نور علم و عقله. یعنی همین که من آگاه میشم، یک کلامی رو بر زبان می آورم، شما میفهمید، یا پیامبر آیه ای رو میخواند و این منجر به فهم میشه، این فهم رو ما کشف مینامیم، این فهم رو نور میدانیم. چرا؟ چون نور یعنی آشکاری، یعنی ظهور. هیچ ظلمتی در نور راه نداره. نور علم است و نور عقل، و البته این غبارهای هواهای نفسانی میتونه بر روی این نور قرار بگیره. ما به اینها میگیم حجابهای عقل. کار پیامبر، وظیفه اصلی او این غبار زدایی بوده. به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، واتر الیهم انبیاءه و رسله لیثیروا لهم دفائن العقول. خداوند پی در پی انبیا و رسول رو فرستاد تا اینکه این انبیا بیان اثاره کنن، یعنی برانگیزن این دفینه ها و گنجینه های عقل ها رو که زیر خروارها خاک جاهلیت پنهان شده است، اینا رو از نهاد بشر بیرون بکشن. جاهلیت اسمش رو شده که یعنی جهل. نقطه مقابل این جهل عقل، علم، نور. جهل ظلمته.
کار پیامبر این بود که بشر رو از جهالت بیرون بیاره. خب پیامبر وظیفه‌ش رو انجام داد. اون مخاطبان بودن که قدمی رو که باید به سوی خدا و نور برمی داشتن بر نداشتن. پرسیدن که سقیفه یعنی چه؟ گفتم سقیفه از اسمش پیداست، یعنی سقف، یه جایی که مسقف بود. الان مشرف بشوید در مدینه منوره یه خیابونی دور این مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه خیابونی دور تا دور این حرم هست، حرم شریف که خداوند انشالله قسمتمون بکنه. یه قسمتیش یه باغیه، چند تا نخله، من عکسش هم گرفتم خودم رد می شدم. یه تابلویی هم زدن سقیفه بنی ساعده. ماجرای اون شورایی که اونجا برگزار شد به اختصار تو اون تابلو اومده به عنوان یک میراث فرهنگی، به عنوان یک افتخار که اون عربا بهش افتخار میکنن که اومدن بعد از پیامبر تکلیف حکومت دینی رو مشخص کردن. برای ما منزجریم، مایه انزجار این فعالیتی که اونا کردن، اونا بهش افتخار میکنن. این منحصر به بعد از پیامبر هم نبود. در زمان خود پیامبر وقتی که مثلا آیه ولایت نازل شد، امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که در رکوعشون در نماز خاتمشون رو بخشیدن و اون آیه ولایت نازل شد، اینا خیلی نگران شدن. اینایی که منافق بودن در زمان پیامبر با همدیگه شورا کردن، تو مسجد پیامبر جمع شدن، گفتن چه کنیم؟ اگه آیه ولایت رو قبول کنیم که باید تسلیم امیرالمؤمنین، حالا به تعبیر بنده تسلیم این جوان علی بشویم، اگر هم قبول نکنیم که گویی کل قرآن رو انکار کردیم. تصمیمشون بر آن شد که پنهان کنن، فعلا نفاق بورزن. گفتن تا وقتی پیامبر زنده است ما علنا مخالفت نمی کنیم، بعد از پیامبر علم مخالفت رو برخواهیم داشت. که اینجا آیه سوره نحل نازل شد، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. اینا نعمت خدا رو میشناسن اما بعدش انکارش میکنن. و اکثرهم الکافرون. نعمت خدا، اون نعمت حقیقی و بلند مرتبه خدا، همین ولایت امیرالمؤمنین بود که خدا به بشر عرضه کرد. یعرفون نعمت الله، نعمت خدا رو میشناسن، ثم ینکرونها، یعنی اقرار نمیکنن، در برابرش سر تعظیم فرود نمی آورند. و اکثرهم الکافرون، اکثریت در قرآن مذمت شدن. دیروز هم گفتیم دیگه، اگه ما اقلیتی در هدایت هستیم نباید دوچار استیهاش بشم. لا تستوخشوا فی طریق الهدی لقلت اهله. اگه میبینید که شیعیان اندک شدند بعد از پیامبر، دوچار وحشت نشید، شما با حقیقت پیوند خوردید. انس با حقیقت انسان رو از اون وحشت تنهایی بیرون میاره. حالا این پرانتز رو ببندم که میخوام بگم، عرض بکنم پیامبر خاتم کارشون غبارزدایی بود، عقل و علم رو بهش متذکر شدن و مردمان رو از جهالت بیرون آوردن. برای بعد از خودشون هم برنامه‌ای در نظر گرفتند. فرمودن که من بین شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. مادامی که به این دو چیز گرانسنگ تمسک کنید، یعنی چنگ محکم بزنید، گمراه نمیشوید. نه قرآن به تنهایی و نه اطرت به تنهایی، بلکه ثقل اکبر که قرآن است و ثقل اصغر که امیرالمؤمنین و خاندان مکرم ایشانند. خب حالا برگردیم به اون آیه قل کل یعمل علی شاکلته. میخوام اینو عرض بکنم که اگر من امروز درباره این آیه سخن میگم به عنوان به قول غربی‌ها یک کیس استادی، یه مطالعه موردی، میخوام بگم که ببینید اگر ما بیایم در مکتب اهل بیت علیهم السلام زانو بزنیم، تفسیر و فهمی از آیات قرآن پیدا میکنیم که این تفسیر و فهم در جای دیگری، در دکان دیگری پیدا نمیشود. کسانی که در سقیفه شورا کردند و تکلیف رو برای آینده بشریت بعد از پیامبر مشخص کردند، میخواستن این باب رو ببندن، یعنی باب علم و معرفت این خاندان رو که مبین اصلی و حقیقی قرآنند. همونی که ما بهش میگیم ثقل اصغر در کنار ثقل اکبر که کلام الله هست، که قرآن مجید است. خب
یه عده قلیلی اون نعمت الهی ثقلین رو به رسمیت شناختن، حالا حداقل در مقام لفظ اشهد ان علی ولی الله را هم در کنار شهادت به پیامبر خاتم می آورند. اما در عمل میخوام بگم که فراتر از لفظ ما در عمل هم باید یه همچین اقدامی رو انجام بدیم، یعنی به دنبال تدبر در قرآن و فهم آیات مبارکات او باشیم در پرتوی تعالیم و آموزه های این خاندان. به عنوان یه مطالعه موردی میخوایم ببینیم که قل کلون یعمل علی شاکلته، شاکله به چه معناست؟ خب من یه استفاده ای از حدیثی از امام صادق میخوام بکنم. ایشون این حدیث رو ذیل آیه دیگری ابتداءً شروع میفرمایند، آیه‌ای که این تعبیر لیبلوکم ایکم احسن عملا توش به کار رفته. 2 تا آیه در قرآن هست این عبارت رو داره، لیبلوکم ایکم احسن عملا. حالا من به آیه دوم سوره ملک اشاره میکنم. خدا کیه؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کسیه که موت و حیات، مرگ و زندگی رو آفریده که چی؟ ثم ماذا به قول عربا، که چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بیازماید شما را که کدومتون بهتر عمل میکنید. خب برای من و شما که این معنای ظاهری رو فهمیدیم ممکنه این سوال پیش بیاد که بهتر عمل کردن یعنی چه؟ ملاکش چیه؟ آیا ملاکش کثرت عمله؟ مثلا ما 2 دهه فاطمیه بگیریم، سالی 10 بار کربلا بریم، کثرت عمل آیا ملاکه؟ یه هیئت بزنیم مثلا 10,000 نفر رو شام بدیم بعد مقایسه بکنیم با هیئتی که به 9,000 نفر موفقه، یا نه احسن و عملا بودن یه معیار دیگه ای داره؟ امام صادق فرمودن که احسن عمل بودن به معنی اکثر عمل بودن نیست، لیس یعنی اکثر عملا ولکن اصوبکم عملا. اصوب با صاد یعنی صائبتر، یعنی اونی که بهتر به هدف میزنه. اصابه شنیدین؟ اصابت تیر به هدف. یه نقطه استی که اون هدف ممکنه این نقطه باریک هم باشه، برای اینکه آدم این تیری که از کمان رها میکنه به اون هدف برسه باید خیلی خیلی دقت بکنه، باید حواسش جمع باشه. و انما الاصابه خشیت الله. اصابه عمل یعنی اینکه این عملی که شما انجام میدید به هدف بزنه. به چیه؟ به اینه که این عملی که انجام میدید با خشیت الهی انجام بشه، یعنی از خدا بترسی، خشوع در برابر خدا داشته باشی. حالا خود حضرت بیشتر توضیح میدن، معرفت ما میره بالاتر که این خشیت چیه، با چی باید همراه باشه، و بعد حالا ارتباطش رو با شاکله در خواهیم یافت. و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه. بحث رو میبرن سمت نیت. ما یه عمل داریم، خب این عمل معمولا جلوه های ظاهری پیدا میکنه. این که بنده الان اینجا دارم سخن میگم و مایه آزار شما هستم، این یک ظاهری داره این عمل، خب اما یه نیتی پشتشه. نیت چیه؟ نیت همون چیزی که من در قلبم مخفی کردم. برای چی اومدم در اینجا سخن میگم؟ اون نیت اگه صادقه باشه، از سر صدق و خلوص باشه، اونه که به عمل من بها و ارزش و اهمیت میده. و الا این عمل یک عمل ظاهری است، یک جسم و کالبد بی جانه. اون جان و روحی که باید دمیده بشه در اعمال ما همون نیت صادقه و خالصه ماست. و نیت الصادقه و الحسنه. پس ببینید ملاک نیکو بودن اعمال ما کثرت و بسیاری اونها نیست، ملاکش اینه که من با چه نیتی دارم این کار رو انجام میدم. اگه عزای فاطمی رو اقامه کرده ام، آیا از باب خدای نکرده خودنماییه، از باب طلب شهرته، یا نه از باب انجام وظیفه است که بر عهده تک تک ماست، تا اینکه این فلیبلغ الحاضر الغائب، همونی که پیامبر در خطبه قدیر فرمودن، این وظیفه رو انجام بدیم که به نسل‌های بعدی این کلام‌ها رو برسانیم. نیت اگه این باشه، صادقه و حسنه باشه، اون وقت عمل من اصابت میکنه به اون هدفی که خدا برای اعمال من قرار داده است.
بعد حضرت توضیح میدن. سپس فرمودند که الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. این که آدم بمونه بر عمل، فرض بفرمایید تازه مسلمان شده ایم یا تازه به بلوغ شرعی رسیده ایم، شروع کردیم به نماز خوندن. ابتدای کارمون چون مادرمون خوشش میاد، پدرمون راضیه نماز میخونیم. گاهی وقتا ممکنه این انگیزه ها انسان رو در ابتدای ورود به دین هل بده به سمت دینداری. نمیخوام اینا رو نفی بکنم و تو مسائل تربیتی که ما برای سنین پایینتر هم در نظر میگیریم این امور انگیزشی ممکنه مطرح باشه، ولی ما باید یه جوری حرکت بکنیم این نماز خوندن رو ادامه بدیم به تعبیر امام صادق علیه السلام باقی بمونیم بر این عمل. الابقاء علی العمل حتی یخلص، باقی موندن بر عمل تا اینکه خالص بشود اشد من العمل، از خود عمل سخت‌تره. من بخوام 17 رکعت در شبانه روز نماز بخونم دیگه خیلی خوبم بخونم 17 دقیقه مثلا اقلش رو عرض میکنم، و اون صلاتی که ائمه خواستن از ما و دستور دادن خیلی بیش از اینها میطلبه با مقدمات و مؤخراتش. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. این نماز خوندنه خب ممکنه یه امر ساده‌ای به نظر بیاد، 17 دقیقه حتی عادت بشه برای ما، ولی شما باقی بمونید بر این نماز خواندن تا اینکه این نماز خواندن خالص بشه، یعنی فقط برای خدا باشه. این سخت‌تر از اینیه که شما نماز بخونی. بنده از یه سالی مثلا شروع کردم سخنرانی عمومی کردن، خب اگه باقی بمونم بر این تا اینکه خالص بشه این خیلی سخت‌تره. شروعش یه سختی هایی داشت، خجالت هایی داشت، ولی وقتی که آمدی و خلاصه روال و روتین شد برات ممکن چشم بستم حرف بزنی. این که ملاک نیست. ملاک اینه که تو لحظه ای که حرف از خدا و پیغمبر میزنی آیا خالصانه داری سخن میگی یا نه. وقت انگیزه های مختلفی میتونه بر انسان وارد بشه و فکر نکنید که الان اگه احساس میکنیم یه نیمچه خلوص نیتی داریم این فردا هم گفتم نظام عالم گارانتی نشده است، چون ماها مختاریم، ماها تحت هوای نفس ممکنه که اسیر بشیم. کم من عقل امیر تحت هوی اسیر، چه بسیار عقلهای امیری که قرار بودن این عقلها امیر باشن بر ما تحت هوی اسیر، تحت یه هوایی اومدن اینا اسیر شدن. اونایی که عاقبت به خیر نشدن مثال بارزشن. خب الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، از خود عمل کردن این عمل خالصانه سخت‌تره. حالا عمل خالص چیه؟ وجدانی ها هممون هم شنیدیم و من فقط دارم تذکار میدم خودم رو. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. معیار روشنی به دستمون دادن. کی از این معیار روشن‌تر به دست داده است؟ گفتم میخوام اینو عرض بکنم، یه بار دیگه یادآوری بکنم. اگه ما بفهمیم که آقا فهم آیات قرآن کریم منحصر است به این ابوابی که خدا قرار داده، یعنی این خاندان مکرم، و فرموده است وأتوا البیوت من ابوابها، وارد خانه ها که میخواین بشید از درهاش وارد بشید، از پنجره نیاید. کسی که از پنجره میاد سمی سارقا، دزد نامیده میشود. اگه از این باب وارد بشیم اون وقت به یه فهم دیگه ای میرسیم، زندگیمون رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. اگه از ما بپرسن شما شیعیان چی دارید اضافه تر بر دیگر مسلمانان، ما باید این آموزه ها رو پیش بکشیم، یعنی اینا رو نشون بدیم. تعالیم اخلاقی، تعالیم معرفتی، اون نحوه راز و نیاز با پروردگار که دیروز به عنوان نمونه از امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردم. حالا اینجا امام صادق دارن این معیار روشن رو نصب العین ما قرار میدن. میخوام بگم اتفاقی که در سقیفه بنی ساعده افتاد تصمیمی بود که منافقان و دشمنان حق گرفتن برای اینکه این باب رو ببندن. وقت چقدر این مصیبت میشود، مصیبتا ما اعظمها، یه مصیبتی که چقدر بزرگه. تو کربلاش هم همین بود، میخواستن این رود جاری و زلال ابی عبدالله رو منحرف کنن، نذارن مردم دیگر بر سرچشمه این رود زلال بنشینند و بهره ها ببرند. وقت دکانهای جعلی زدن
والعمل الخالص، عمل خالص اون عملیه که تو دوست نداشته باشی کسی غیر خدا بابت اون عمل از تو تشکر کنه، تو رو حمد بگه. الان من اومدم اینجا، اگه انتظارم این باشه که بعد از این مجلس به من پیام بدن توی شبکه‌های اجتماعی به به چقدر خوب سخن گفتی، بدونم که این عمل من خالص نیست. حالا ممکنه لطف کنن نزدیکانی بستگانی محبت دارن، تشکر کنن، حمد کنن، مدح بکنند، من نباید ذره‌ای تو این روح و روانم تغییر و تلاطم ایجاد بشه، خوشم بیاد. اگه خوشم بیاد اون همون عجبه، همون خودپسندیه، همون شائبه است، همون ریاء، عدم خلوص نیته. اینجوری هستیم؟ گفتنش خیلی آسانه ولی متصف شدن و عمل کردن بهش بسیار دشوار. والعمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله، یعنی مزد تو فقط از خدا بخوای. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اگه تو بنده خدایی، دیروز گفتیم اصبحت عبدا مملوکا، من صبح کردم در حالی که بنده و مملوک تو خدا هستم. اگه من واقعا عبد خدام، خب مزدم من باید از خدا بخوام. نمیخوام نظام سبب و اسبابی رو انکار بکنم و تو دنیا آدما خدماتی ارائه میدن، بابت اون خدمات مزدی میگیرن، به این شیوه تأمین معاش میکنن. من بیشتر تو این امور خیری که آدم احساس میکنه دوست داره دیگران حمدشو بگذارن، بحث مالی اصلا نیست، هم که به به چه چه کنن، بگن که به به چقدر خوب. خب حالا من دارم حدیث امام صادق میخونم و اگه خوب بخونم انتظارم این باشه که شما من رو حمد کنید، این خلوص نیت من رو زیر سوال میبره. خب بحث از کجا اومد؟ از قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. خب ممکنه بپرسید که تا اینجا صحبت از شاکله نشد، حالا ادامهش رو توجه بفرمایید. و نیت و افضل من العمل، نیت از عمل برتره. نیت همونی که من مخفی میکنم. اصلا خود نیت از ریشه نواینوی تو کلام عرب یعنی پنهان کرد. من وقتی یه چیز رو پنهان میکنم، یا کشاورز وقتی که دانه رو در خاک پنهان میکنه میگن نواهو، یعنی پنهانش کرد. نیت هم از این جهت نیت نامیده میشه که ما نیت رو پنهان کرده ایم. هیچ یک از شما انشالله چشم برزخی ندارید، نمیدونید که نیت من از این سخن گفتن الان چیست. خب امید میره که نیت خالص باشه. اما اگه این نیت خالص و حسنه و صادق باشه، اون وقت النیت و افضل من العمل. این که میگن انما الاعمال بالنیات، معنای صحیحش همینه، اینه که اگه چیزی قرار عمل رو عمل بکنه، یعنی در پیشگاه الهی ارزشمند بکنه، اون نیتیه که پشت این عمل مخفی شده. اگه برای خداست این عمل خداییه، اگه برای خلق خداست مزد تو از خلق خدا بگیر، چرا در قیامت انتظار مزد از پروردگار داری؟ الا و ان النیت هی العمل. بعد آب پاکی رو میریزن رو دست مخاطبان. آگاه باشید که نیت همون عمله. اصلا شما اگه میخوای ببینی که عمل هست یا نه، باید ببینی این نیت چیه پشتش. و ان النیت هی العمل. بعد حضرت این آیه رو خوندن که در تلیعه سخنم خواندم. ثم تلا قوله عز وجل. روایات تفسیری اینجوری هن دیگه، امام علیه السلام مطالبی رو بیان میکنن، درباره نیت صحبت میکنن، میفرمایند که اصلا عمل بودن عمل بینه که یه نیت صادقه حسنه‌ای پشتش باشه. بعد استشهاد میکنن به آیات مبارکات قرآن. سپس اینجوری گفتن قل کلون یعمل علی شاکلته. ای پیامبر بگو همه بر اساس شاکلشون عمل میکنن. حالا شاکله چیه؟ امام فرمودن یعنی علی نیته. شاکله همون نیتی است که ما داریم. شاکله از شکل میاد دیگه، تلفظ صحیح عربیش ما میگیم شکل تو فارسی همون شکله. خب یعنی اسکلت و استخوان بندی که این وجود ما داره. این وجود ما به چه سمتی جهتگیری کرده؟ صبح که از خواب برمیخیزم دنبال کار خدام یا دنبال کار خودم؟ اگه دنبال کار خدا هستم، خب جهتگیری من الهیه.
بله همون اله و همون معبود و خدا امر کرده که تو به خودت هم باید برسی، نگران سلامتت باشی، مثلا ورزش بکنی، نمیدونم به خلق خدا که الخلق ایال الله، عائله خدا، به خلق خدا هم باید برسی. اگه از دست و زبانت کاری برمیاد، اگر میتونی کمک مالی بدی، این کار رو انجام بدی. اما شاکله من اون استخوانبندی و اسکلت منه که شکل میده. قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه، یعنی بر اساس نیتش. پشت این اعمالی که من دارم چه چیزی پنهان کردم، همون انگیزه و محرک من است برای اینکه این اعمال رو انجام بدم. اگه برای خودمه، برای اینکه طلب شهرت بکنم، خودنمایی بکنم، خب عمل من همیشه یه عمل ریاکارانه و از سر خودنمایی. اما اگر خالصه، حالا دیگه از اینجا به بعد تکرار میشه دیگه، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما تمام هم و غممون در این زندگی فانی زودگذر باید اصلاح شاکلمون باشه. یعنی بالاخره ماها یه عقلی داریم که این عقل خیر و شر رو به ما می نمایاند. خدا هم فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما به انسان سبیل رو هدایت کردیم، نشون دادیم، انا هدیناه السبیل. حالا این انسانه که یا شاکر میشه یا کافر میشه، اما شاکرا و اما کفورا. ما قائلیم به این که پیامبر نعمت مکفر الهی بود، یعنی مردم به جای اینکه بیان شکر این نعمت رو بگذارن، این نعمت رو پوشاندن. اصلا شکر یعنی اظهار کردن نعمت، آشکار کردن نعمت، اینکه شما بیای بگی که این نعمت الهیه، پیامبر خاتم. ولی وقتی که به وصایای او توجه نکنی، پهلوی دخترش رو بشکنی و باب امیرالمؤمنین رو ببندی و خلائق رو بعد از پیامبر محروم بکنی، این میشه کفر، نقطه مقابل شکره و اون نعمت مکفر و مکفور میشود. قل کل یعمل علی شاکلته. تمام اعمال و فعالیت هایی که ما در زندگی انجام میدیم بر اساس این شاکلمون، بر اساس این نیتمون داره شکل میگیره و باید این شاکله رو اصلاح کرد. از چه طریقی؟ از طریق خالص کردن نیاتی که داریم. حالا قسمت دوم آیه، اگه تا اینجا رو دریافتید یه صلواتی ختم. قسمت دوم آیه اینه فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. چند تا کلمه کلیدی داره، کلیدی ترینش به زعم بنده این اعلمه، یعنی پروردگار شما آگاه تره به این که چه کسی اهدی سبیله. خب کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس نیتش عمل میکنه. نیت ها رو هم که ماها مخفی میکنیم، به حمدالله اگه چشم برزخیمون باز نباشه نمیتونیم نیت همدیگه رو تشخیص بدیم و اینم خودش یه نعمت ها داره. برخی از بزرگان یه مدت چشم برزخیشون باز شد و نتوانستن تحمل بکنن، از خدا خواستن که خدا این نعمت رو، این قابلیت رو از ما بگیر، چون وقتی که من دیگران رو، باطنشون رو ببینم اوضاع خیلی بهم سخت میگذره. بگذاریم. خدا ولی آگاهه. فربکم اعلمو بمن هو اهدی سبیلا. هر کدوم از ماها به نحوی داریم بر اساس نیات و شاکله هایی که داریم عمل میکنیم. خدا آگاهه که کدوم یک از ما داریم تو مسیرتر حرکت میکنیم. نمیخوایم خودمون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و هر کس به هر میزانی که هدایت و راهنمایی خدا بهش رسیده مکلف میشه. نظام عالم بر اساس همین عقل و اختیاری که خدا به آدم داده شکل گرفته. عقل و اختیار تکلیف میاره. اگه عاقلانه نظر بکنیم و پروردگارمون رو شناخته باشیم، در برابر این پروردگار ما باید خاضع بشویم. یعنی کشف صریح عقل که باید در برابر این خدا عبودیت خود رو نشان داد. اصبحت عبدا مملوکا. وقتی که خودم رو مملوک پروردگار دیدم، دیگه شاخ و شونه کشیدن و عصیان و نافرمانی در برابر او مورد تأیید عقل نیست. خدا هم اول و آخر و وسط کار ما خدا آگاهه که ما چی کار میکنیم. این صحنه رو فراهم کرده است لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما رو بیازماید که کدومتون بهتر عمل میکنید.
وقت در قیامتی که بهش معتقدیم، در دنیا لزوما خدا عقوبت نمی کند. خطاهایی رو که ما انجام میدیم ممکنه در دنیا چشم بپوشد، ولی در قیامت جاییه که دیگه قرار تسویه حساب بشه با ما و امروز روز عمل است و فردا روز حساب. خب حالا من یه آیه دیگری از قرآن کریم رو هم براتون بخوانم، آیه 64 سوره نور. قبول دارم و یه آیه رو اگه آدم بفهمه و درش تدبر بکنه بارش رو بسته. گاهی وقتا می اومدن خدمت پیامبر میگفتن راه ما دوره، مثلا از 100 کیلومتر اونورتر اومدیم، یه چیزی به ما بگو که ما بارمون بسته بشه. حضرت یه آیه رو براش میخوندن یا نکته‌ای رو در گوشش میفرمودن، بعد طرف دوزاریش میافتاد و میرفت. امام یا پیامبر میفرمودن که رجع فقیها، یعنی برگشت در حالی که فقیه شد. فقیه در روزگار ما یه اصطلاح پیدا کرده، اینایی که میرن سالها در حوزه‌های علمیه درس میخونن میشن مرجع، میشن فقیه. خب ولی فقیه در زمان پیامبر و ائمه یعنی کسی که دارای فهم دینی بود، کاسبیشو داشت، مثلا پارچه فروش بود، اما در کنار این پارچه فروشی فهم دینی هم پیدا کرده بود. در مکتب امام صادق علیه السلام زانو میزد. مثلا جناب هشام ابن حکم که ایشون جوانی بود، هنوز ریش بر محاسن بر صورتش نرویده بود، از مکتب اهل بیت دفاع میکرد. خب داره در یک دکانی با اهل سنت شریک بود، یعنی حالا یه قسمتی از اون مقداری که من برداشت کردم، این دکان نصفش مال این اهل سنت بود، نصفش هم مال این هشام ابن حکم بود. مشغول پارچه فروشی بودن. اینجوری اهل مدارا بودن با مذاهب مختلف، در عین حال راسخ در عقیده هم بودن، در عین حال فقیه هم بودن. حالا روزگار به نحوی چرخیده که ما میگیم فقیه شده یه شغل، شده یک تافته های جدا بافته ای که بقیه هم که مشغول کار خودشون. نه آقا، فقیه همه باید فقیه باشن. روایات تفقه فی الدین رو بخوانیم و بدانیم که بالاخره ما یه حدی از تفقه فی الدین رو نیاز داریم. اینو داشتم عرض میکردم. بعضیا میگن چرا انقدر حاشیه میری؟ عرض میکردم که یه دونه آیه رو بفهمیم یا یه روایت رو بفهمیم، حدیث تدری خیر من 1000 تروی. یه حدیث رو اگه بفهمی درایت پیدا کنی از 1000 تا که روایت کنی بهتره. اینو بهش بنده واقفم، ولی خب بعضی وقتا آدم میخواد یه آیه رو توضیح بده، حیفش میاد که یه آیه دیگر رو هم نخونه. اینجا از اون بابه، آیه 64 سوره نور. الا ان لله ما فی السماوات والارض. آگاه باشید که آنچه در آسمان ها و زمین هست مال خداست، یعنی خدا مالک. این تیکش محل استناد و استشهاد بنده است. قد یعلم ما انتم علیه. یادآور کدوم عبارته؟ اون عبارت بالایی که خدا قل کل یعمل علی شاکلته، رو علاش تاکید میکنم. بعدم فرمود که خدا اعلمه که کدومتون چی کاره اید. اینجام همون بیان اومده، قد یعلم ما انتم علی. خدا میدونه که شما بر چی هستید، یعنی شاکلتون چیه. من تمام وجهه همتم رو باید به این سمت و سو بکنم که شاکلم رو در زندگیم اصلاح بکنم. شاکلم رو اصلاح کنم یعنی نیتم رو درست بکنم، برای خدا کار بکنم. اگه یه حرفی رو در خانه میزنم برای خدا بزنم، اگه نمیزنم برای خدا نزنم. پشت همه این اعمالمون ما داریم حجتی این چنینی، همونی که حضرت گفتن که اگه من خطا کنم، دیروز عرض کردم حجت تو بر منه و من دیگه حجتی ندارم. اگه من این گونه عمل بکنم، شاکلم اصلاح بشه، خدا هم آگاهه که شاکله ما چیه. قد یعلم ما انتم علی. خدا میدونه که شما بر چه اساسی دارید عمل میکنید. اون وقت زنگ خطر کجاست؟ ادامه آیه است. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا والله بكل شیء علیم. روزی که شما به سوی خدا بازگردانده میشوید، انا لله و انا الیه راجعون، بخوایم نخوایم ما رو به سمت خدا باز میگردانند. یوم یرجعون و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا. خدا کارش اینه که میاد نسبت به آنچه که اینا عمل کردن خبر میده به اینا. یعنی یه تابلوی نصب میکنه، یه سی دی میذاره، پلیش میکنه این فیلم رو، میگه آقای فلانی
شما در این روز این کار کردی، در شبش این کار کردی، حرفایی زدی که خودت بهش عمل نکردی. فینبئهم بما عملوا، خبر میده به آنچه که عمل کردن. این فینبئهم بما عملوا، این مضمون من یه بار سرچ میکردم دیدم خیلی در قرآن به کار رفته است. براتون بخوام بخونم: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، تک تک اینا رو مراجعه بکنید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم، یعنی بازگشت شما به سوی خداست. الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ببینید، بازگردانده شدن به سوی خدا یعنی قیامت، عقیده به آخرت و اینکه خدا تو آخرت قرار مو رو از ماست بکشه. این میشه اصل و اساس و پایه موعظه. یعنی اگه من بدانم، چون موعظه صفت قرآن دیگه، اگه من با قرآن متذکر به این بشم که در این دنیا باقی نخواهم بود، برمیگردم به سمت خدا، اونجا خدا خبر میده. ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. میبینید آیه 60 سوره انعام. پس من چند تا مفهوم کلیدی رو جنبندی عرایزم خواستم اینجا عرض بکنم. یکی این آیه قل کل یعمل علی شاکلته، و اینکه خدا نسبت به این که شماها بر چه اساسی عمل میکنید نسبت به شاکله شما آگاهه، و وظیفه‌ای که ما داریم در طول زندگیمون اینه که این شاکله رو اصلاح کنیم. اصلاح کنیم یعنی اختیاراً بریم به این سمت که نیتمون رو خالص کنیم. مثل بقیه امور اختیاری دائم و لحظه به لحظه باید توفیق رو از جانب خدا بخواهیم. کلما وفقتنی بخیر فانت دلیلی علی و طریقی الی. خدایا هر کاری که من موفق شدم از خیر انجام بدم، خود تو راه رو به من نشون دادی. کی در دل ما انداخت که اینجا جمع بشیم؟ گفتیم حب الزهراء یجمعنا، حب الحسین یجمعنا. این محبت رو چه کسی در دلهای ما نهاد؟ غیر خدا بود؟ خداست که این الهام و این انگیزش و این لطف و عنایت رو شامل حال ما کرده. ما اظهارش میکنیم. شکر یعنی اظهار این نعمت، و بعد عملاً انشاءالله از خدا توفیق بخوایم که بتونیم شکر این نعمت رو به جای بیاوریم. یعنی خدا توفیق بده شاکلمون و اون نیت‌هایی رو که بر اساس اون نیت اعمال ما سر میزنه بتوانیم اصلاح بکنیم. خب حالا جنبندی نهایی، این نگاهی که ما به این آیه شریفه پیدا کردیم در پرتو تعالیم امام صادق علیه السلام و سایر ائمه، این نگاه رو کجا میتوانستیم بیابیم جز از طریق این خاندان؟ دشمنان حق این در واقع باب رو میخواستن ببندن که بارها عرض کردم. مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها، سوای اون مصائبی که بر جسم ایشان وارد شد که دارد صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یه مصائبی بر من ریخته شد. صبت تو زبان عربی یعنی ریخت. این آبو من وقتی میریزم میگن صب الماء. صبت علیه، یک مصائبی بر سر من فرو ریخته شد که اگر این مصائب بر روزها وارد میشد، این روزها تبدیل به شب میشدن. یه چنین مصائبی که هم اون مصائب جسمی است و هم اون تعلمات روحی که دغدغه اصلی و واپسین حضرت صدیقه سلام الله علیها این بود که این آقا، این امیرالمؤمنین، این جوان برومند بعد از پیامبر همه کاره عالم بشه. خب حکومت ظاهری رو سلب کردن، ولی اون حکومت بر دلها، اون ولایت و امامت و پیشوایی رو که بابش رو نمیتونستن ببندن و این سرچشمه فوران کرد. به هر حال رگه های و آب باریکه های از او در طول تاریخ جاری شد و به دست ما رسید و ما در مقام سپاسگزاری باید از خدا بخواهیم که توفیق بدهد که از این تعالیم بیاموزیم، از کلمات اهل بیت علیهم السلام، و در پرتو این کلمات قرآن رو بخوانیم و خانه های خود رو منور به نور قرآن بکنیم. انشالله که خداوند بیش از پیش توفیق بده به این حرفایی که میزنیم و میشنویم عمل بکنیم و سرلوحه
زندگیمون قرار بدیم. من در مقام ذکر مصیبت از خطبه 202 نهج البلاغه میخوانم. در منابع دیگر هم نقل شده. اون در واقع شکوه ها و واگویه هایی است که امیرالمؤمنین بعد از خاکسپاری حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها داشتند. خب حضرت فاطمه وصیت کرده بودند که من رو شب به خاک بسپار، قبر من رو مخفی کن. بعد از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام به این وصایا عمل کردند، وقتی که دستشون رو از خاک قبر فاطمه میتکاندن، شروع کردن به مناجات با رسول الله، چون الظاهر مکان قبر حضرت فاطمه نزدیک قبر پیامبر خاتم است. رو کردن به سمت قبر پیامبر و این گونه سلام دادن. این اولین زیارت هایی است که امیرالمؤمنین داشتن. السلام علیک یا رسول الله انی. موقعیت رو تصور بفرمایید، بعد از اون مصیبت بزرگ حالا دارن سلام میدن به پیامبر. ای پیامبر، از جانب من به تو سلام و ان ابنتک نازلت فی جوارک. یه زیارت به نیابت هم میخونن، یعنی از طرف دختری که حالا او هم در جوار پیامبر زیر خاک خوابیده سلام میدن به پیامبر. و سریعت اللحاق بک، اون دختری که خیلی زود به تو ملحق شد. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. ای رسول خدا، از نسبت به این دختر تو این مصیبت دیگه صبر من علی اندک شده. و رق عنها تجلدی الا ان فی التأسی لی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعز فلقد وسدتک فی ملحودت قبرک. من علی توی پیامبر رو در قبر نهادم و فازت بین نحری و صدری نفسک. جان توی پیامبر از میان گلو و سینه من پرواز کرد، چون علی جان پیامبر بود. بعد حضرت آیه استرجاع رو خوندن، فانا لله و انا الیه راجعون فلقد استرجعت الودیعه. این ودیعه، این امانت بازگردانده شد. و اخذت الرحینه، این که در گرو بود گرفته شد. تو بعضی نقلا داره واختلست الزهرا، یعنی زهرا رو بوده شد. اما حزنی فسرمد، اندوه من علی سرمدی است. و اما لیلی فمسهد، شب من هم دیگه روزه و شب زنده‌داری میکنم. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا وقتی که خداوند من علی رو هم به اون سرایی که توی پیامبر رو برگزید و برد منتقل کند. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. سلامتی.